خبر تو خبر داره براتون. از عظمایی که سال 404 رو با یه خالی بندی سنگین شروع کرد و اینطوری گفت: بعضی‌ها راهکارهایی دارن، به بنده نامه می‌نویسن، به من پیشنهاد میکنن. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کنه، یعنی حق دخالت هم نداریم، جزء وظایف دولت باید این کار رو بکنه، ما می‌فرستیم برای دولت. بله، تو اقتصاد دخالت نمی‌کنه، اما کل اقتصاد مملکت دستشه. ما در نظام مالیمون حاکمیت 2 تا خزانه داره. یکی خزانه خود دولته، یکی هم خزانه‌ای است که نهاد رهبری داره. همین الان خود نهاد رهبری، دستگاه‌هایی که با امضای ایشون و زیر نظر ایشون از بودجه عمومی ارتزاق میکنن، نه تنها ارتزاق که میکنن، هیچ گاهی در تخصیص منابع اختیارات وسیع دارن. مثلا وقتی دولت میخواد از صندوق توسعه ملی بگیره، باید ایشون رو توجیه بکنه و ایشون دستور بده تخصیص منابع بر بیاد دست دولت. یعنی این غیر از اون اختیاراتی داره. این هم یک چشمه از وضعیت اقتصاد ایران از زبون مهره‌های خود نظام. خب ما الان متاسفانه حدود 7 سالی که تورم پشت سر هم حدود 40% داریم. در تاریخ ایران در طول 7 سال، 100 سال گذشته، 200 سال گذشته ما اینطور حادثه ای رو نداشتیم. این شهردار قبلی رژیمم وضعیت دارایی‌های مردم ایران تو چنین اقتصادی رو اینطوری به تصویر میکشه. سالهای بعد از انقلاب اسلامی و بعد از جنگ ما به طور متوسط سالی 20-25% تورم داشتیم. معنیش اینه که مثلا هر 4 سال یک بار دارایی‌های مردم ارزشش نصف میشد. حالا آخوندا چیکار میکنن؟ از یک طرف جیباشون رو پر میکنن، از اون طرف اینطوری اشک تمساح میریزن. من مدتیه به خاطر این گرانی ها و مشکلات شما، خدا شاهد، خجالت میکشم براتون منبر برم. نمیخوام منو ببینین. اگه یه اهل دلی پیدا شه به من بگه تعطیل کن و برو و به همم بقبولونه که قیامت گیر این یه ذره زبون و یه ذره سوادم نباشم که خدا نگه چرا زبان تو تعطیل کردی، تعطیل میکنم. اگه یه صاحب دلی به هم بگه، نه هر کس. من شما شرمندم. رو منبر که میرن اینطوری آبقوره میگیرن، اما از اون طرف هم تو همین وضعیت اقتصادی اینطوری برای آخونده خاصه خرجی میکنن. تحصیل عمیق، رشد معنوی، آینده مطمئن. اگر به دنبال مسیر متفاوتی توی زندگیت هستید، جذب حوزه فیضیه مازندران شروع شد. ما تو فیضیه تمامی مقاطع تحصیلی حوزه و رشته‌های تخصصی حقوق و قضای اسلامی و مدرسی فقه و اصول، امکان گذراندن 10 پایه تحصیلی در 6 سال با اردوهای تابستانه، کانون‌های علمی، کارگاه‌های مهارتی مثل مهارت تحصیلی، سخنوری، هوش مصنوعی و ICDL رو داریم. علاوه بر فضای خوابگاهی، سرو 3 وعده غذا بدون هزینه طلاب و خانه‌های سازمانی برای طلاب متأهل و اساتید رو داریم. فارغ التحصیلای فیضیه محدود به تبلیغ و تدریس در حوزه‌های علمیه نمیشن، بلکه استخدام نهادهای دولتی، جذب قوه قضاییه و کانون وکلا، هیئت علمی دانشگاه‌ها و سرباز طلبه هم میشه. حالا آخوندی که از چنین طویله‌ای بیرون میاد کارش چی میشه؟ یکیش میشه این حواست باشه میخوای وزنت کم بشه، غذای شامت رو مدیریت کن، غذای صبحانت رو زیاد بخور. من یکی از رژیم هایی که برای افرادی که میخوان لاغر بشن میگم صبحانه یه دونه کله پاچه بخور، یه جعبه شیرینی خامه‌ای بخور، 4 تا نون سنگک بخور با 8 تا دونه تخم مرغ نیمرو، وزنت کم میشه. و این هم یکی دیگه شون که گذشتهش رو هم لو میده. حاج آقا بفرمایید. من فرهاد فتحی هستم، استاد حوزه علمی قم و فعال مجازی. لات بودم، آخون شدم.
لات بوده آخر شده؟ یعنی چی؟ همین لات بوده آخر. عظما که میدونه این دم آخری بد جوری نظامش به شور افتاده، مجبور شد خودش به صحنه بیاد و برای کارناوال موسوم به روز قدس بازارگرمی کنه. برخی از سیاست‌ها و دولت‌ها که مخالفن علیه ملت ایران تبلیغات میکنن، وانمود میکنن وجود اختلاف رو، وانمود میکنن وجود ضعف رو. راهپیمایی شما در روز قدس همه این ترفندها و سخنان باطل رو ابطال خواهد کرد. نتیجه این سیرکی شد که ملاحظه میکنید. بعدم برای اینکه یه کار جدید کرده باشن رفتن سراغ کسی که این شعار رو درست کرده، اونم از روی کاغذی که زیر چادرش پنهون کرده بود اینطوری خوند: 22 بهمن باری که شما دادید ترند شد و داوستنش‌های مختلف از شما پخش شد. آیا تعلل نکردید تو اومدن؟ من پشیمون نیستم. آیا دفاع از مظلومان فلسطین و مسلمین ایستادیم؟ ما از دشمنان اسلام و مسلمین متنفریم. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با شاخوشونه کشیدن این امام جمعه هراسون خامنه‌ای شروع میکنیم. ایران سوریه نیست، ایران ایران است. اگر بخواهید علیه جمهوری اسلامی گردن کشی کنید، تکه بزرگ بدن شما گوش شماست. وزیر خارجه عظما هم تو عید اومد توی تیوی ریش و سالی که پیش روی عظما هست رو اینطوری توصیف کرد: فارغ از فضاسازی هایی که صورت میگیره، سال آینده سال سختی خواهد بود، سال مهمی خواهد بود و سال پیچیده خواهد بود. اینجاست که آخوندا از ترس قافیه رو میبازن و حتی وقتی که میخوان به بسیجی‌ها روحیه بدن بدتر دلشون رو خالی میکنن. اینهایی که میگن ایران ضعیف است، به گاهی خودمون هم باورمون میشه که ایران ضعیف است. گاهی میگیم این چه کشوری شده، این چه وضعی است که ما داریم. وضعیت نظام توی این روزا یه چیزی توی این مایه هاست: بحران پشت بحران. توی این وضعیت زرشکیان به صحنه اومد و از قول عظما اینطوری گفت: جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده برادر ما دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه. حالا بشنوید از امام جمعه های عظما که مجبورن اینطوری بسیجی‌ها رو گیج کنن. اینهایی که امروز دم از مذاکره میزنن و میگوین کد خدای ما آمریکاست، اینها غلط میکنن. این پاسدار عباسی هم خمیرش رو چسبوند به تنور داغ و برای آمریکا شروط جدید تعیین کرد. باید بپذیر مسلمان بشه. از من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست سرشون بردارید. آمریکا اگر ما نریم زیر دخمه این که آمریکایی‌ها رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایی‌ها رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخوار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. این اصل قضیه است. تا کل جهان رو به دین خودتون در نیاوردید نمیتونید از پا بشید. اما حال دل بسیجی‌ها با این مسخره بازی‌ها خوب نمیشه. روزخونی برای جا آوردن حال بسیجی‌ها هم ادامه داره. خطر دوم ترسه. اینی که انسان بترسه جهاد تبیین بکنه، آبروش بره. بترسه جهاد تبیین بکنه،
فالووراش کم بشه، بترسه جهاد تبیین بکنه، دفعه دیگه توی انتخابات که کاندیدا شد مردم بهش رأی ندن، بترسه جهاد تبیین بکنه بهش یه انگی بزنن. جهاد تبیین که وقتی انسان انجام بده آفرین و بارکالله که نداره، جهاد تبیین فحش داره، به همون فحش خواهند داد، به همون بد و بیرا خواهند گفت. این هم تصویری شماتیک از تلاش بسیجی برای جهاد تبیین.